اخراج 24 پناهجوی افغان از آلمان به کابل. دوستای عزیز، روز گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان 24 پناهجوی افغان که از سالهای متمادی از راه‌های مختلفی خود به آلمان رسانده بودند در اینجا زندگی می‌کردند و متاسفانه در جریان یا در مدتی که در این کشور بودند اینا دست به جرایم جنایی زدن و کارهای خلافی زدن که از جمله اینها تجاوز کردن بالای کودکان، بالای زنان، آدمربایی کردن، مواد مخدر انتقال دادن، حتی قتل کردن، تهدید کردن. این مردم، همین 24 نفر، از یک مدت به این سو در زندانهای آلمان بودن. هرچند کشور آلمان رابطه دیپلماتیک با طالبان ندارن، یعنی طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از طریق کشور قطر یک توافقنامه میان آلمان و طالبان به امضا رسیده که اینا همکاریایی داشته باشند. سرانجام روزی گذشته 24 پناهجوی افغان که اینا متهم بودن به می قضایایی که من قبلا گفتم، اینها را با یک پرواز چارتر که پلیس آلمان هم اینا را همراهی میکرده از برلین آلمان به ترکیه و از ترکیه به کابل و تسلیم طالبان کردند. اما گفته نشده که آیا طالبان اینها را دوباره به زندانهای افغانستان انتقال دادن یا ریهاشون کردن. اما دولت آلمان اخطار داده که قرار است 51 شهروند افغانستان که اینها در زندان هستند و متهم به می جرایم جنایی هستند، اینها را هم قرار است که در یک فرصت مناسب، یعنی در آینده نزدیک، اینها را به افغانستان تسلیم طالبان کنند. دوستای عزیز، بارها گفتیم که متاسفانه شماری از شهروندان افغانستان، شماری از وطنداران ما که در کشورهای مختلف زندگی میکنن، اینا فکر میکنن که اینجا قانون جنگل است و هر آن چیزی که خواستن انجام میدن. با پاچه بلند و لباسهای عجیب و غریب در شهر و سرک میبراین و مردم آزار اذیت میکنن که هم برای خود آسیب میرسنن، هم آبرو و عزت وطندارای ما را میبرن. و ما به عنوان یک شهروند افغانستان بسیار خوشحال شدم می کسانی که لیچکی میکنن، ببندباری میکنن، به قانونی همو کشور احترام ندارن، جزاشون همیست بروند بفهمند ببینن که آیا در وضعیت فعلی افغانستان زندگی کردن میتونن یا خیر. متاسفانه یک تعداد از اینا در تیک تاک ها، رسانه‌های اجتماعی، چی کارهایی که نمیکنن شما میبینین. آرزو دارم که تمام وطندارای ما در هر کشوری که زندگی میکنن یک زندگی خوب و خوشی داشته باشین، در پناه خداوند منان باشین و زندگی بر وفق مرادتان باشه.